هم میهنانم. ما امروز دور هم گرد آمده ایم تا 40مین روز درگذشت پدر گرانقدرم، فرزند ایران و جانفدای عزیز شماره 1 ایران، عزیز شماره 2 ایران، عزیز شماره 35 مراسمی که در آن حضور دارید مراسم ختم و سوگواری نیست، مراسمی است برای بزرگداشت و یادبود حماسه، غیرت و رشادت و از خودگذشتگی. فرزند ایران و جانفدای عزیز شماره 117 11 15 ساله، 11 18 ساله، 11 17 ساله 19 ساله. حالا این پسر منه، نه پسر شما، این پسر ایران. فرزند ایران و جانفدای عزیز شماره 459 تهران، رشت، فرد، گرگان، زنجان، بندرعباس، پدرم نه اختلاسگر بود نه اختشاشگر. فرزند ایران و جانفدای عزیز شماره 605 مربی بدنساز، پدر، پرستار، صاحب مغازه اسباب پزشک، مادر 2 فرزند. فرزند ایران و جانفدای عزیز شماره 998 ماشلی که تکتیر انداز بود در آغوش پدرش در مقابل چشمان همسر و فرزندان. سایر همراهشم رو به ما دادن، یک کیف دستی که داخلش فقط 3 جلد کتاب. فرزند ایران و جانفدای عزیز شماره 1044 18 دی 19 دی 18 دی مجروح شده، مجروح در 21 دی جانفدا جانفدا شده، شده. در 24 دی